هستم. رهبر من پور ابی طالب است، پیرو هر بی پدری نیستم. علویم، پسر کرارم، رگ ناموس پرستی ز ابوالفضل دارم. من به جنت نروم خورده حسابی باشد، تا عمر را نزنم پا به جنان نگذارم. نابودی داعشیا انشاءالله بی سبب نیست که از شام به عراق آمده اید. حضرت عمه سادات برادر دارد و شما کمتر از آنید که حسین تیغ کشد و علمدار علم بردارد. ما جوانان بنی فاطمه اربابیم، بی حیا عمه ما مالک اشتر دارد. ایل ما ایل عجم هاست که یک کودک ما جگری با جگر شیر برابر دارد. این که ما دست به شمشیر و زره استادیم، سبب این است که این طایفه رهبر دارد. نه عراق نه سوریه خیالت راحت، کشور ضامن آهوس بزرگتر دارد. وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند، تیغ ما شوق به انداختن سر دارد. باید این شهر به آرامش خود برگردد، که شب جمعه حرم روزه مادر دارد. فردا که دم حیدری از کعبه برآید، دوران معاویه صفتها به سر آید. این پرچم شیعه است که بر قله دنیاست، هر کس ز علی دم بزند هموطن ماست. یا حیدر کرار زند نقش به زودی، بر پرچم سبز عربستان سعودی. ما منتظر حمله ای از سوی حجازیم، تا بین بقیه‌اش حرمی ناب بسازیم. شمشیر عجم منتظر حمله جنگ است، مکه بشود مرکز شیعه چه قشنگ است. قبرش بکنیم شاد شود حضرت زهرا، آتش بزنیم نعش همان دشمن مولا. بر کوری چشم همه از آل سعودی، با کارت رویم مکه ببینند به زودی. به جمال بی مثال مولا الموحدین، قائد غر محجلین، یعصوب الدین، امیر عارفین، امام المتقین، جان رسول رب العالمین، خف زهرای حزین، وجود مقدس اول مظلوم عالم حضرت امیر المومنین، اسد الله الغالب، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب. بلند صلوات.